عادت‌ها کلید موفقیت. من فرزادم و اینجا کانال منه، جایی که امروز میخوایم راجع به عادت‌ها کلید موفقیت صحبت کنیم. میدونستی برای رسیدن به موفقیت عادت‌ها نقش خیلی مهمی رو دارن؟ حالا امروز میخوایم در مورد همین عادت‌ها صحبت کنیم. عادت‌هایی که میتونن شما رو به سمت موفقیت واقعی هدایت کنن. پادکست قبلی راجع به چطور ساختن عادت‌های مفید بود و این پادکست راجع به ساختن چه عادت‌هاییه، مخصوصاً برای رسیدن به موفقیت. تو هم ممکنه هر روز صبح با یه لیست از اهداف بزرگ بیدار شی، ولی پایان روز احساس کنی چیزی رو انجام ندادی. این میدونی به خاطر چیه؟ به خاطر عادتهای نادرست یا نبود عادتهای خوبه. این خیلی مهمه که عادتهای درستی رو بسازیم تا بتونیم به اهدافمون برسیم. عادتهای خوب مثل پایه‌های یه ساختمون محکمن که میتونن شما رو به موفقیت برسونن. اگه آماده‌ای شروع کنیم. یکی از مهمترین عادتهای موفقیت مدیریت زمانه. باید یاد بگیریم چطور از زمانمون استفاده کنیم. برای مثال، به جای اینکه ساعتهای زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی بگذرونیم، میتونیم زمان مشخص رو برای کار و استراحت تعیین کنیم. یکی از روش‌های عالی روش پومودوروه. پومودورو چی میگه؟ پومودورو میگه 25 دقیقه کار کن و 5 دقیقه استراحت. اگه میخوای موفق بشی، باید اطلاعات جدید و مهارت‌های خودتون رو روز به روز افزایش بدین بچه‌ها. موفقیت اصلاً الکی نیست. روزانه حداقل 20 دقیقه باید مطالعه کنی. حتی کتاب‌های صوتی هم میتونه کمک کننده باشه. مثلا کتاب‌هایی مثل اثر مرکب میتونن شما رو در مسیر موفقیت قرار بدن. شاید با خودتون بگین خب من میخوام کتاب بخونم، اما چطوری باید این عادت رو بسازم؟ میتونی برگردی به اپیزود قبل که کاملا راجع به ساخت عادت‌های مفید صحبت کردم. اگر اونو ندیدی، پیشنهاد میکنم که حتما اول اون اپیزودو ببینی و بعد به اینجای کار برگردی. یکی از عادت‌های مهم برای موفقیت بچه‌ها حفظ سلامتیه. بدن سالم ذهن سالم به همراه میاره. یادت باشه حتی 15 دقیقه پیاده روی توی روزم میتونه انرژی شما رو ببره بالا. بعدی، نوشتن اهداف. هر روز صبح اهداف و کارهایی که باید انجام بدین رو بنویسین. این به شما کمک میکنه تمرکز بیشتری داشته باشین. مثلا میتونین هدف روزانه‌تون رو اینطوری بنویسین: امروز باید گزارش پروژه رو تموم کنم و 20 دقیقه ورزش کنم. امروز صبح باید صبحونه بخورم. ساعت 11 باید پیاده روی کنم. ساعت 12 ناهارم رو میخورم. ساعت 2 به ورزشم میرسم و. مهمتر از این که ما چه عادت‌هایی رو باید اضافه کنیم، اینه که چطور عادتی رو باید اضافه کنیم. چیزی که توی پادکست قبلی کاملا براتون روشنش کردم. لطفاً خواهش میکنم اگر تا اینجا اپیزود قبل رو ندیدین، حتما برین سراغش. اما رسیدیم به قسمت طلایی پادکست. اینجا قراره براتون 15 تا از اصلی ترین و مؤثرترین عادت‌هایی که هر فرد موفقی باید توی زندگیش داشته باشه رو براتون مثال بزنم. لطفاً همه حواستون رو بدین. بزن بریم. 1. مدیریت زمان مؤثر. افراد موفق همیشه وقتشون رو به خوبی مدیریت میکنن. به جای هدر دادن وقت، زمانشون رو به کارهای مهم و اولویت دار اختصاص میدن. 2. هدف گذاری واضح.
افراد موفق همیشه اهداف واضح و مشخصی دارن. اونا میدونن که چی میخوان و برای رسیدن به اون هدفها چه کارهایی باید انجام بدن. 3. مطالعه روزانه که قبلا گفتیم، الان بازم میگیم. خوندن کتاب‌ها، منابع جدید یکی از عادتهای اصلی افراد موفقه. مطالعه به اونا چه کمکی میکنه؟ کمک میکنه که همیشه در حال یادگیری و رشد باشن. ورزش و سلامت که گفتیم بازم میگیم. ورزش جزء جدا نشدنی زندگی افراد موفقه. این کار باعث افزایش انرژی، تمرکز و روحیه خوب میشه. بعدی، تمرکز بر اولویت ها. آدمای موفق میدونن که چه کارهایی در چه زمانی اهمیت بیشتری داره و همیشه روی اولویت هاشون تمرکز میکنن. بچه ها این یکی میتره مدیریت استرس و خشم. 100% پادکست بعدیمون راجع به همین مدیریت استرس و خشمه. یاد گرفتن اینکه چطور استرس و خشم رو مدیریت کنن تا بتونن در شرایط سخت تصمیمات درست بگیرن. ارتباط مؤثر، توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران و داشتن روابط مثبت یکی از ویژگی‌های افراد موفقه. بعدی، شجاعت در تصمیم گیری. افراد موفق هیچ وقت از تصمیم‌های سخت نمی‌ترسن و همیشه به جلو حرکت می‌کنن. خواب کافی و مناسب. داشتن خواب کافی باعث میشه که مغز شاداب بمونه و برای روز جدید آماده باشه. بچه‌ها این یکی بازم یکی از مهمترین است. پذیرفتن شکست ها به عنوان فرصتی برای یادگیری. افراد موفق به شکست ها به عنوان بخشی از مسیر نگاه میکنن، نه به عنوان یه عامل افسردگی، و از اشتباهاتی که کردن درس میگیرن. بچه ها شکست افراد موفق بیشتر از موفقیتاشونه. اینو همیشه یادتون باشه. بعدی، داشتن روتین صبحگاهی منظم. شروع روز با عادت‌های مثبت مثل ورزش، مطالعه یا برنامه ریزی روزانه یکی از عادت‌های افراد موفقه. سازگاری و انعطاف پذیری. بچه‌ها اینو خوب گوش بده. افراد موفق همیشه آماده تغییر و سازگاری با شرایط جدیدن. قرار نیست دنیا روی برنامه من بچرخه که هر روز ممکنه برنامه‌ت عوض بشه. هر روز ممکنه یه اتفاق جدید بیفته که تو باید برنامه رو عوض کنی. پس باید انعطاف پذیر باشی. افراد موفق میدونن که دنیا به ساز اونا نمیرقصه. اونان که باید با دنیای در حال تغییر هماهنگ بشن. 13. رسیدیم به 13. استفاده از وقت آزاد برای پیشرفت شخصی. افراد موفق از وقت آزاد خودشونم برای یادگیری، رشد شخصی یا انجام کارهای مفید استفاده میکنن. قدردانی از دیگران. اصلا برای موفق شدن هم نباشه بچه‌ها. ما باید به قول خودمونی چش دور اون باشه. میدونی؟ باید اگر کسی کاری برامون میکنه ازش تشکر کنیم، قدردانی کنیم بچه‌ها. این درک و شعور یک انسان رو میرسونه. افراد موفق همیشه از کسایی که بهشون کمک میکنن قدردانی میکنن. و آخری، بچه‌ها نمیدونین چقدر مهمه این ایجاد مرزهای سالم در روابط. افراد موفق مرزهایی رو برای روابطشون میسازن تا انرژیشون رو صرف چیزایی کنن که به پیشرفت و رشدشون کمک کنه. یادتون باشه موفقیت به یک باره به دست نمیاد، ولی با عادتهای کوچیک و پایدار میتونین به تدریج به اهداف بزرگتری برسین. از همین امروز شروع کنین و به هر عادت خوبی که میخواین برسید و اهمیت بدین. خیلی خوب، اینها بود کلیدهای طلایی افراد موفق. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و لطفاً اگر دوست یا آشنایی دارین که حس میکنین به این ویدیو نیاز داره حتما براش بفرستین و اینکه توی کامنت ها بهم بگو که کدوم از این عادتها رو تا الان
داری و همچنین کدوم رو میخوای بسازی. بازم میگم اگه ویدیوی چطور عادتهای خوب رو بسازم رو ندیدی، همین الان برو سراغ پادکست قبل. منو دنبال کن که از پادکست بعدی غافل نمونی. تا پادکست بعدی میبینمت.